سه نفر رو هیچ وقت تو زندگیت فراموش نکن. اول کسی که تو شرایط سخت کمکت کرد، دوم کسی که تو رو تو شرایط سخت تنها گذاشت، سوم کسی که تو رو تو شرایط سخت انداخت. این بحث فلسفی بسیار سنگین است آقای دکتر که عقل سلیم ایجاب میکنه واردش نشی. ناچه تازه واردش نشدی، حرف رو زدی. فقط بوده بود که اسم و آدرس و شماره شناسنامه اونی که نظام بدبخت بیچاره رو تو این فراکت بدبختی انداخته با زیرنویس تو برنامه اعلام کنی. ولش کن آقای دکتر، ولش کن. اما برنامه امروز ما یه فامیل داریم که همش خبر مرگ میده. هر وقت زنگ میزنه اول ما لباس مشکی میپوشیم، بعد جواب تلفن رو میدیم. آیه دکتر، الانم من هر وقت دارم سوالی مطرح میکنم شما یک جوابی بدی که آدم دلش میخواد به تعیین تکلیف وضعیت نظام زار زار گریه بکنه. من با همین آماده باش وارد سوال و جوابای امروز میشم. خب میرم. تو تحلیلات ما رو با خبر مرگ یکی کردی وسط. اختیار داری آیه دکتر، اختیار داری. فقط خواستم بگم هفته پیش شما بیرحمانه وضعیت مقام عظما رو ترسیم کرد، به طوری که چندین بسیجی از دست رفتن. این قاسمی اینا ورشن نامه نوشتن که حواستون به ریزش و بریدن این بسیجی هم باشه. یادتون باشه یه سوریه‌ای هم هست. من تازه کلی رعایت کردم. اوضاع بیریختر از این حرفاست. رئیس جمهور خود نظام همین روزا حرفایی زد که اگه من میزدم تو همین برنامه خوب پا میکردی. من تازه دارم با روش بیل و فرغون آروم آروم میگم. بله آقا، منظور تو چی آقای دکتر؟ بیل و فرغون دیگه؟ مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که به یارو گفتم برو خبر مرگ بابای طرفو یه طور نرمی بهش بده که جا نخوره. اینا رو گفت فلانی بیل و فرغون داری؟ طرف آره. چطور مگه؟ گفت ورده بریم یه قبر تر و تمیز با هم بکنیم. گفت برای کی؟ گفت خب برای بابات دیگه. پس کی؟ بله برای بابام. پس کی؟ من الان موندم چه سوالی بکنم که خودم با دست خودم مقام عظما رو کفن نکرده باشم. حاجی روحانی اومده میگه موضوع به یه قوه و دو قوه و سه قوه نیست، هممون دوزیم. تو مجلس که مطهری و اینا همدیگه رو میریزن و میزنن و پته همدیگه رو میریزن رو آبو میزنن، تیپ همدیگه رو داغون میکنن، همدیگه رو میشورن و میچلونن و آویزون میکنن. چه خاکی تو سرمون برزیم های دکتر؟ کلا 2 مدل خاک برای این وضعیت تجویز میشه که با هم دیگه هم سازگار نیستن. یه عده میگن که یه سری بدیم دم برق، آب بریزیم رو آتیش. دومی هم میگن که اینو باید شورون برسه و بفهمیم که اگه 1 قرون شل بدیم تا تهش باید بریم، که البته هر دو تاش نتیجهش یکیه، اسمش راه حله، ولی آخرش خاکش میکنم بدبخت. آیه دکتر، نگفتم که حرفتون مثل خبر مرگ میمونه؟ بابا حرف من نیست، وضعیت عظما اینجوریه. هشم چیره میگم باز داره حرف میزنه. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که طرف با لباس خاکی و کثیف اومد تو صحنه. گفتم کجا بودی؟ گفت بابامو برده بودم استخر. گفتم پس چرا خاکی شدی؟ گفت هیچی، اونجا که رسیدیم هلش دادم تو آب، شنا بلد نبود غرق شد، بردم خاکش کردم اومدم. روشن شد یا همچه بزنم که خاکی برگردیم. میرم برای مقام عظمای زیر خاکی. آی دکتر بحث رو عوض میکنم. داستان برجام بانکی، حاجی روحانی اونم بدون اطلاع دلواپسا رفته عضو سازمان جهانی ضد پولشویی شده که تا جیک و پیک عظما رو هم باید بهش حساب پس بدن. از پولای بیت گرفته تا پولایی که میدن به حزب الله و پولای ایور ور خرج میکنن. این برجام بانکی از برجام‌های دیگه خطرناکتر نیست آقای دکتر؟ چرا خیلی خطرناکتره. اومدن زرنگی بکنن، کلا بذارن سر طرف، اونم فکشو گذاشته کف دستش. مرحوم عبدی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که تو باغ وحش یارو با گوریله بازی میکرد. هر شکلکی که در می آورد گوریله هم همین کارو میکرد، تا اینکه به گوریله اینجوری کرد. تا اینجوری کرد گوریله با مش گذاشت پا چشش. طرف شاکی پا شد رفت پیش رئیس باغ وحش، گفتش که داستان اینجوریه. اونم برگشت گفت تقصیر خودته، این کار تو زبون گوریلا بدترین فوشه که تصورش هم نمیشه کرد.
طرف گفتش که باشه مسئله من رو حل نمی‌کنی خودم میرم بالا حسابشو میرسم. رفت 2 تا چاقو شبیه هم گرفت، یکی با تیغه یکی بدون تیغه، دسته خالی. رفت جلو گوریله دوباره ادا و اطفال، گوریله ادایی رو در بیاورد. بعد چاقوی تیغه‌دار رو داد دست گوریله، بی تیغه رو خودش زد تو شکم خودش که گوریله با تیغه‌دار همین کارو بکنه. گوریله چه کار کرد؟ چاقو رو گذاشت زمین به طرف اینطوری که روش شد یا همچین بذارم که این گوریل چاقو بزنی به خوده. آیه دکتر تو این وضعیت داغون و خطیر مقام عظما باید به بقیه دلداری بده، یه دلی تو دلشون بذاره. چرا این کارو نمیکنه؟ بابا خودش یکی رو میخواد که دل تو دلش بذارم. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض کردم بله میفهمودن که یکی تو بانک 200 میلیون برنده شد. رئیس بانک به کارمندش گفت یکی بره این خبر یه طور نرمی بهش بگه که سکته نکنه. یکی از کارمندا داوطلب شد گفت من میتونم. خلاصه کارمنده رفت در خونه یارو گفت اگه 200 میلیون تو قرعه کشی بانک برنده بشی چه کار میکنی؟ گفت هیچی 500,000 تاشو صاف میدم به تو. کارمنده همونجا سکته کرد و افتاد. آیه دکتر تفری بیچاره. آخر برنامه ما یه مدتی هست که تبدیل شده به قتلگاه مقام عظما. شما همیشه آخر برنامه مقام عظما رو میکشین و چالش میکنین. من اقلا اگه میکشم چال میکنم. تو چی؟ که از همون اول برنامه جنازه بدبخت رو ول کردی وسط بس. چی آیه دکتر الان شما یعنی میگی مقام عظما شده یه جنازه بو گرفته رو دست من مونده؟ نگفتم تو آقا گفتی این وسط چه بس. حرفی تو از است که اول بحث میزنی رو به مقام عظما؟